به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه نامه ها از ناحیه ها و اصلاح نت شماره 281 را امروز تقدیمتان می نماییم. بیننده گرامی، در نوشتن و ارسال نمودن معلومات ها، گذاشتن لایک ها کوتاهی نکنید. هر آنچه که شما انجام می دهید به خاطر خودتان، به خاطر نیک و احوالی آینده خانواده خود شماست. پس کوتاهی به خاطر خود و خانواده اتان هرگز نکنید، چون که فردا وقت در زندان قرار می گیرید و کشته می شوید و زندانی می شوید، دیگر کار از شما سود و فایده نخواهد داشت. بیننده عزیز و گرامی، ما هر روز نامه های زیاد از داخل کشور و حتی از مهاجران تاجیک در خارج می گیریم. در هر کدامش درد، فریاد و شکایت مردم است، از ظلم، از فساد، از فروش اداره های دولتی، از پاره‌خوری مسئولین، از بازی حیات بی‌عدالتانه با تقدیر انسان ها. این دفعه 4 نامه با دست ما رسید، از فیض‌آباد، از نورآباد، از مهاجران در روسیه، برلیا و مسکو، از رودکی. هر یک آینه است از یک فاجعه که چگونه ناحیه ها، بازارها و حتی زندان های ما به دست اشخاص فساد زده و حرامخور تبدیل یافتند به منبع پولچینی، تأخیر و ظلم و شکنجه و فساد. در فیض‌آباد مردم از دست یک کارمند وزارت کارهای داخله سنگوف جهانگیر به داد آمدند که فقط فساد، پاره‌خوری و تجاوز را کار می‌داند. در نورآباد ساکنان از فروختن همدهگان، فساد حاکمیت محلی و قوای امنیت فریاد می‌زنند. در مسکو مهاجران از دست یک حاجی و بند و بست های وی با رستم امام علی شکایت دارند که بازارها را به جای ظلم و تأخیر تبدیل داده است. و در رودکی مردم از حکمت الله زاده عبدالغفار که بناهای دولتی، مکتب و زمین را مثل مالکیت شخصی می فروشد هشدار می دهند و می پرسند دزدی کلانتر کیست، رحمانوف یا حکمت الله زاده؟ بله، این نامه ها، بیننده عزیز و گرامی، هرچند از منطقه های گوناگونند ولی یک حقیقت را ثابت می کنند. این نامه ها، بیننده گرامی، هرچند از منطقه های گوناگونند یک حقیقت را ثابت می کنند، یعنی فساد و ظلم ریشه دوانده است. مردم دیگر طاقت ندارند. اصلاح نت این فریادها را صدا و انعکاس می دهد تا به گوش هر تاجیک برسد، زیرا سکوت در برابر چنین رذالت شریک شدن به جنایت است. بله، نامه اول این برنامه از فیض‌آباد است که فریاد مردم از دست کارمندی وزارت کارهای داخلی. ما ساکنان ناحیه فیض‌آباد خسته شدیم از دست یک شخص به انصاف و حرامخور، سنگوف جهانگیر، کارمندی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه فیض‌آباد. این چاپلوس کار خود را فقط با فساد، پاره‌خوری و رذالت می‌گذراند. هر روز کارش همین است: مردم را ترساندن، به یگان گناه پستوید کردن، پول طلب کردن، با چند همدست خود که مثل خودش دزد حرامی هستند ناآرامی تمامی ناحیه را تامین کرده است. مردم آرام نشسته نمیتوانند، زیرا هر روز یک بهانه مییابد که کسی را شرمنده یا فریب دهد. او با همدستی سردار شعبه نابالغان دختران مکتب خان را با هر راه استفاده میبرد. این شرمندگی و رذالت از حد گذشته است. با پول و پاره مکتب بچه ها را جمع کرده 20-30 نفر را مجبور میکند که مبلغ دهند. آیا این عمل او خیانت به ملت و دولت نیست؟ از همه بدترش جهانگیر سنگوف با مواد مخدر سر و کار دارد. هم فروشنده است، هم پهن کننده، هم مردم را به این وبای عصر کشیده است. او بجای آن که قانون را رعایت کند، قانون شکنی میکند. بجای آن که مردم را محافظت کند، مردم را میکشد. بجای آن جوانان را از راهگمی نجات دهد، آنها را به سوی تباهی و مرگ تیله میدهد. این شخص چند مراتب بنابر شکایت‌های مردم از وظیفه رانده شده بود، لیکن هر
دفعه با چاپلوسی، با حرامخوری و با پشتیبانی راهبران نوی شعبه باز به کار گرفته می شود. این چی بازی است آخر؟ مگر وزارت کارهای داخلی جایی آن است که حرامخوران را دوباره به کار بیارند؟ اگر چنین آدم در مقامات ماند، پس مردم به هیچ یک اداره دیگر باور نمی کند. ما راست و روشن می گوییم سنگفت جهانگیر شرمنده و رذیل و مردم فریب و حرام کار است. از دست این حیوان مردم روز ندارند. اگر نسبت به او چاره‌های جدی اندیشیده نشود، در برنامه‌های آینده از کار و کردارهای خود سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه فیض آباد با دلیل‌های آشکار و رد نشونده معلومات می‌دهیم و نشر می‌شود. ما دیگر طاقت نمی‌کنیم این همه ظلم و زورآوری را. با نفرت زیاد ساکنان بدات آماده ناحیه فیض آباد. خب امیدواریم که وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده این قضیه را باید حتما زیر نظارت خودش بگیرد و حتما این مسئله را باید ببیند و این یعنی جهانگیری که میگویند باید یک تحقیق کند که این بچه همون سنگوف نباشه. با سنگوفی که پیش رئیس بود خوب دیگر معلومات های یک کم ترک داخلی تر از همین جهانگیر سنگوف از ساکنان فیض آباد طلب داریم تا اینکه بیشتر برای این آدمخوار روان کنند. البته عکسش هست، چون دیده ایستادید. هر جرم و جنایتی که از این میبینید هر ساکنی فیض آباد باید نویسد به اصلاح تا اینکه برنامه مفصل و مشخصتر در مورد این جهانگیر و در مورد رئیسی سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در فیض آباد نیز هر معلوماتی دارید برایمان ارسال نمایید. عکسی سنگوف جهانگیر را دیده ایستادید که او کیست. بله. اکنون نامه دیگر از نورآباد. شکایت مردم از بی‌انصافی و فروش شهروندان. السلام علیکم. اکرم محمد اقبال. من یک شهروند ناحیه نورآباد هستم و میخواهم درباره نورآباد کمی معلومات دهم. اگر خواهید نامناسبم را روان میکنم. 1-2 سال پیش پاسپورت خود را برای شما فرستاده بودم. بله برادر گرامی، پررنگ نامناسب و شخصیت شما در اصلاح محفوظ است و ما میدونیم که شما کی هستید. سلامت باشید، کارتان را ادامه دهید برادر. یک چند واقعه ها هستند که در ناحیه نورآباد گذشتند و میخواهم در نامه ها از ناحیه ها جای داده شوند. اول میخواهم از دهه تگرمی نویسم. رئیس محله بهروز صالحوف، او اساساً به امنیت تکیه میکند. هر گپ شود میرود نوچکانده و نورزانده میرساند. پسرهای دهه‌اش را هنگامی ابله می سپارد. 2-3 دادران خودش بپروا میگردند. تمام ساکنان دهه او را بد میبیند. حتی در خانهشان بکرسکه زنش را دشنام و حقارت کرده بودند. یعنی این از نفرت مردم نسبت به این بوز است. دادر رئیس ناحیه فروخ جانشینش بود. هر دویشان بوز بودند. فروخ شامگاه با موتورسیکل میرفت. وقتی برگشت شیربچه های همین دهات در راهش سیم کشیده بودند. با سیم میزند. بعد این واقعه او بس میکند. اما بهروز صالحوف تا حال هم کار میکند. بهروز سال تولدش 1992 همراهی 93 ها خوانده بود. فروخ دادر رئیس ناحیه سال تولدش 1994 است. از رئیس ناحیه صالحزاده فتحالدین حسین حالا یگان شکایت نیست. چسنی بچه میتوبد. حیدر امنیتی سمسالیق میخواست رئیس ناحیه صالحزاده فتحالدین را زبان کوتاه کند. خسوری رئیس را برای پسرش بسیار برد و آورد. حتی دشنام میدادند، ریشش را تراشیدند. خسوری یعنی صالحزاده فتحالدین حسین رئیس ناحیه نورآباد. حیدر میخواست یک بار رئیس زنگ زند بگوید خسرم را غم ندهید، اما رئیس این کار را نکرد. خسور رئیس از همین دهه تگرمی می باشد. بهروز رئیس محله نزد رئیس ناحیه می درآید و میگوید اکا همین خیلی واقعه شد، خسرت را خلاص نمیکنی، پسرش را عسکری میبرند. رئیس باشد. انا همین رئیس ناحیه نورآباد صالحزاده فتحالدین حسین میگوید من به پسر او چیکار دارم؟ یعنی به خسر بچم چیکار دارم؟ بردن گیرند. بهروز صالحوف نزد حیدر آمده میگوید رئیس در پافیکای چیکار میکنی بکن، او ترا اصلا زنگ نمیزنه. حیدر سردار امنیت سمسالق میگوید از رئیس چیزی به دست نآمد، چسنی بچه بوده است. بعد برای همین گپ بسیار خسرش را دشنام داده جوابش میدهند. درباره بهروز صالحوف بسیار گپا هست که آیسته آیسته می نویسم. همین قدر میگویم بس کن بهروز،
فروختن بچه‌های مردم را، تمام دزدی‌هایی که کرده ایستاده، پول سپور دروازه، سپور زل، همه اش را روز جواب خواهید داد. هم سینفانش مظفر کتایف این بهروز صالحوف او را نیز فروخت. مظفر کتایف تولدش 93، بهروز صالحوف از او 1 سال کلان است. در یک صنف خواندن مظفر سوره های قرآن را منتج کرده در تیک توکش پرتافته است. بهروز این را میدونست، او را به شستای عدل رایان کهنه فروخت. یک یتیم و کمبغل را که با التماس روز میگذراند 10,000 سامانی جریمش کردند و جوابش دادند که هیچ گناهی ندارد. بزهای دهه تگرمی اینها هستند. خوب دقت تو بزهای تگرمی را فهمی. یکم بهروز صالحوف، دوم فرخی حسین، البته دادری رئیس ناحیه، فیض الله با لقب وبشه، چهارم گنجی بقا، پنجم محفیظ کمالوف، ششم شادی کلول، هفتم لطیفی تراکتوریست، نسبش در یاد نیست، هشتم یک معلمه در مکتب پایان، نام اصلیش دیگر اما سودابه میگویندش. همه این ساکنان دهه این بزها را میشناسند و دیگر امیدواریم که همه مردم هم میدونند. خواهش میکنیم عکسای همین بزها را فرستید تا اینکه برنامه‌های مخصوصی برای بزشناسی داریم، تا اینکه بزها را تا وقتی چپش دادن حکومت رحمانوف باید برنامه کنیم. بزای غرم علاهیده، بزای نورآباد علاهیده، همین خیلی باید عکساشون مونده، اقلا یک کم ترک معلوماتی درباره‌شان لازم است. برای افرادش که هست ما خودمون از اونجا میگیریم درست میکنیم، ولی برای افرادش که نیست یعنی کم ترک معلوماتی بزیش باید نویسید تا اینکه برنامه مخصوصی بزها ای اورانگوتانگی، یعنی که مثلا ناحیه نورآباد این همی حاضر 8-9 نفر است، این همی را میمونیم. خوب بعد از اون با البته از نورآباد فعلا حاضر این 8 نفری که در اینجا هست و باز 8 نفر دیگر است یا 7 نفر دیگر، یعنی که در دستی ما نام و نسب‌هاشون هست و کوشش کنید عکساشون هم فرستید تا اینکه با عکساشون نشر شود، تا اینکه ملت و مردم خوب بشناسن اینها را. بهروز صالحوف یک همصنفی دیگر نیز دارد که او را نیز فروخت. از دهه پایان نامش ارشبک شیرین است. پدرش بیمار بود و وفات کرد. بهروز آن وقت هم رئیس محله در تگرمی بود و هم در رایان کهنه در جماعت در تنظیم کار میکرد. وقتی میفهمد که در چیلی پدر شیرین است با او زنگ میزنه. شیرین با او همشون همصنف میگوید بله دیگ موندگیم. بهروز صالحوف میگوید خی اصلی چیو خبرت میکنم. بعد او با اوچسکوی اون وقت جانبک زنگ زده همش را میگوید. آنها آمده دیگ رو میبندند، یعنی مرکه خوراک شیرین رو با مبلغ 9900 سامانی جریمه میکنند. سلیمان سلطانزاده در نزد الله جواب میگوید برای همه این غلطایی که این مقاماتی تو کرده است. سلیمان دولت توفاقی، سلیمان دولت رئیس کمیته تنظیم در این کاری که کارمندات میکنند 100% در نزد الله جواب میگوید. خوب دقت بدید. بهروز با سیاوش جانشین حیدر امنیتی جماعت صفحه چشمه یک جا بود. همه این واقعه ها چند ماه پیش گذشته بودند، تا حالا در یاد مردم هست. مردم از دست امنیت بیزار شدگند، فقط جریمه و پول جمع کنی. دیگر واقعه ها عبدالجباری دشتی از دهه لنگر در ادنکلاسنیک یک صورت داشته است که در دستش کمان از او 200,000 روبل زده گرفتند که برای چی در دست تو انمی کمانه. از سبحان ملا سفر تولدش 1993 او به حج می رود. وقتی برمیگردد از تیرماه تا بهار پولهایش را میکندند. او گریخته به قزاقستان ناچار دادوای کرده گریخت. از مسجد سنجیتک 4 آدم را گرفتند. در ماه رمضان هر کدامشان را 4500 سومانی جریمه کردند. این 4 کس: سفر علی خهاروف، لقمان ارچیبکوف، عبیدالله دولایف و پرویز مولایف. خوب دیگر ببینید که یعنی که چی کارها کرده ایستادن. همشون برده پول سپریدن بیچاره. خلاصا مردم میگویند اگر توانید همه این واقعه های نوشته را در برنامه نامه ها از ناحیه ها چاپ کنید تا دردی منطقه و مردم ما تگرمی و نورآباد را مقامات و ملت و مردم بیشتر و خوبتر دانند. اکنون نامه از روسیه: شکایت مردم از ظلم و فشار. سلام علیکم حضرت، شما ساز و سالم باشید با اهل بیت. این رایان برلیاوا می باشد. اول آشنای بازه بود، کلانترین بازه در همین رایان بود. با هر بهانه بستند و با بازار فوتسیتی کوشاندند. در این بازار بیشتر آذری ها کار و فعالیت میکردند. این در همین رایان بازه ازان است، بازه دیالوی لینی هم هست. در اینجا بیشتر تاجیکان و ازبک ها کار میکنند. برای همین دم بدم ریت ها گذرانده می شود. در تمام بازارها بازه ها همه جا تنها با رازیگی حاجی با کار میگیرند. تاجیکان و ازبک ها را نیز با اجازت او کار قبول میکنند.
حاجی آدمان خود را ماندگی یگان کس به اجازت آنها یگان دهن گپ زدن نمیتونند. باره بچه ها نقل کردند که در فودسیتی یک بچه وحدتی بود، دادرش اوتوکار میراند. با بچه های حاجی جنجال شد. اکا و دادر هر دویشان را با پدول برده چنان زدند که تا حال معیوب شده با تاجیکستان رفتند. خواستند با پروکراتور عریضه شکایت نویسند، اما روی راست گفتند ما عریضه شما را قبول کرده نمیتوانیم، زوری ما نمیرسد. او آدمی رستمی امام علی است، ما نمیخواهیم با رستم سر به سر شویم. در روسیه حاجی همه چیز را زده گرفته است، سفیر هم دیگرهایش هم همش را خودش را شاه حساب میکند و تبعش وزیر. یعنی حاجی سفیرم کشیدگیه، کنسولم کشیدگیه، همه را کشیدگیه. او پشه حاجیش قرین زور بوده است، بهترین کو همش رو از خود کردگیه. گبزنش سرزو میشکنه. در مابین بچه ها بزیچه هاشا ماندگی است، کسی چیزی بگوید آنها فورا خبر میکنند و آن طرفشون در رو میبرند. همین خیل دلی همه شکسته ایستاده است. 100% با مقامات خود ما همکاری دارد. چند قدره که از وطن آمدگیان همش را همین حاجی نگاهبین میکند. برای همین بچه ها را تاکید کنید وضعیت را آدمان خودمان برای مهاجران خودمان بی‌زیب کرده ایستادند. همان بچه و زنهایی که در بازارها کار میکنند همه‌شان میدانند از فراش، عربکش، گروزچیک، حولی روب سر کرده همه میدانند که عذاب چیست. داملا در حق ما نیز دعاگو باشید. ازبک ها را اینقدر کار نمیگیرند، بیشتر با ما تاجیکان کار دارند، چون در بین امانافس ها تاجیکان نیز هستند. با بچه ها تنها با تاجیکی گپ میزنند، کسی را محکم کنند برحمانه میزنند که مرده لینین هم از گور بلرزه می آید. کم تریش داشته باشی خدا زد، تلفنت را میکوبند، خدا نکرده یگان ازان یا چیزی یابند ای تلفن تمام خانت میسوزد. واقعا هم خیلی دهشت است. امیدواریم که افرادی که با چنین یعنی که ظلم ها دست میزنند در امان تاجیکای هستند، مردم ظلم میکنند، دیگر این کارهای شما نهایت خیلی بد دارد. امیدواریم که انشاءالله در این مصیبت ها برادران خود را کمک میکنید. شما امروز از کار میروید و اگر ظلم با شما نشود حتما ظلم با فرزند شما برمیگردد. این را هرگز فراموش نکنید. اکنون میگذاریم به نامه دیگری که رسیده است از تاجیکستان. فریاد یک مادر از زندانهای تاجیکستان. بله، السلام علیکم برادر محمد اقبال. من مادر 5 فرزند هستم. شوهر مرا از روسیه آورده به مهلت 25 سال زندان کردند. با او ستیه حزب نهضت زدند. حالا 8.5 سال می شود که در زندان کهنگی وحدت است. با نزدیکی به ملاقاتش رفته بودیم. در 4 ماه یک بار حق دیداربینی داریم که باید برای 3 روز باشد، اما بعد آشوبی پیش از رمضان جزایش را سخت‌تر کردند. 3 روز را 2 روز کردند. برادر محمد اقبال، شوهر من سکلانیک است. میدانید تمام سکلانیک ها را 2 روز اجازت دادند، هرچند آنها در آن شب اصلا گناهی نداشتند. 9 سال جزایش با عفو می افتاد، ولی چون پول نداشتیم که به سودیه دهیم عفوش را نگرفتند. شوهرم اینقدر سال با تمام ساختارها نامه کرد، اما فقط جواب رد گرفت. خود نیز به سود عالی مراجعت کردم، جوابی نگرفتم. برادر محمد اقبال، رفتار کارمندان مقامات بلند انسان را بسیار ناامید میکند و فکر میبرد که چرا آنها با هم وطنان خود، با هم نوع خود ذره رحم ندارند. واقعا خیلی علم آور است. مگر مادر تاجیک فقط جنایتکار تولد کرده است؟ سالهای سال هجرت با پس هجرت راست با زندان بیچاره آوردن، مثل این که دولت تاجیکستان کمر همت را برای نابود کردن تاجیکان بسته است. شوهرم تا حال با امید برای عفوهایش نامه می نویسد و امیدوار است. برادر محمد اقبال، باور کنید در زندانهای تاجیکستان یک عجایب بیزنسی کلان می رود. هر سال شکافهایشان را می کنند، از سر پول جمع می کنند برای شکاف. برای آن که نامت را در ژورنال دیداربینی نویسند باید 50 سومونی تی. این کار را شوهرم در درون میکند. ما باشیم برای یک پاسپورت زیادتی 100 سومونی میدهیم، زیرا فقط 3 پاسپورت ممکن است. وقتی 100 دهیم باز پاسپورت 4م را اجازت میدهند. برای 3 روز از ما پول میگیرند، ولی در اصل 2 روز اجازت میدهند. در بیرون 49 سومونی پول خانه را میدهیم و در درون از 150 تا 250 سومونی باز پول میسپریم. بعضی چیزها را نمیگیرند، اما 20 سومونی دهی بعد میگیرند. در مغازه درون تورما بی صفت ترین محصولات را میآورند و با نرخ به نهایت قیمت میفروشند. هم از زندانی ها و هم از عائله آنها پول کار میکنند.
این صحنه ها را هر بار دیده آمده من تا یک هفته به خود نمی آیم که چرا تاجیک نسبت یک تاجیک خود این قدر دشمنی و بیرحمی داشته باشد. شوهرم میگوید همین پروکراتور هست که کارمندان تورما از آنها میترسند. اگر پروکراتور نباشد حالت ما به نهایت بدتر میشد. آرزوی زندانی ها این شده است که زود زود پروکرورها به زندان آیند تا احوالشان برای کمی هم باشد خوب شود. واقعا دهشت است، ولی ان شاء الله آن جایی که شما زندانی هستید ان شاء الله جای رحمان و جای منصور عمروف می شود و در این هیچ شکی نداشته باشه، چون که تیر خدا صدا ندارد، وقتی که زد دیگر دوا ندارد و این ان شاء الله هر کاری که کردی جزایش را چنین خواهیدی، چون من حفر حفرة لاخیه وقع فیها. هر شخصی که برای یک برادرش یک چاه کند در آن چاه واقع خواهد شد. خوب امیدواریم که منصور عمروف و زندانبان ها و آنانی که ظلم میکنند به زندانی ها از خدا ترسند، چون که آنها اسیرند و چون این معامله که شما میکنید به آنها ظلم است و ظلم تاریکی روز قیامت است. آن پول شما کار میکنید، باور کنید فرزند شما را میکشد، زن شما را با کارهای تله میدهد که شما خودتان انتظار نیستید. باور کنید این کار شما حرام است. از الله بترسید. زندانبان ها و آنانی که زندانیان را چنین ظلم میکنید واقعا دهشت است. خوب خدا کند که ایمان اینها را الله زیادتر کند و بر مردمی بیگناه ظلم نکنند. نامه نهایتی ما از رودکی که دزدی کلانتر از رحمانوف یا حکمت الله زاده. سلام کارمندان و بینندگان اصلاح، از ناحیه رودکی می نویسم و می خواهم آید به برنامه گذشته روشنی اندازم و بگویم که واقعیت داشت یا نداشت. یک پرسش دارم: دزدی کلان کیست؟ رحمان یا حکمت الله زاده؟ این به تحقیر است، زیرا حکمت الله زاده عبدالغفار تمام اداره های دولتی ناحیه رودکی را فروخته است. یگان کس یا ساختار نمی‌یابد که پرسد با کدام اساس و با چی واسطه این اداره های دولتی را به خاک یکسان کرده با منفعت شخصیش استفاده میبرد. شما درست قید کرده بودید که حکمت الله زاده عبدالغفار یک چند انشاءات دولتی را فروخته است. از جمله یکم کینوتئاتر ناحیه، آن در بهترین حالت قرار داشت ولی با بهانه از نوسازی و صاحب کار با نام حاجی سعید فروخت. حالا در جای کینوتئاتر بناهای بلند آشیانه قامت افروختند. ناحیه بدون کینوتئاتر ماند. حکمت الله زاده حتی در مجلس نظارتی گفته است کینوتئاتر لازم نیست، کینوی خود را در خانه میبینید. خوب بله، اکنون میگذاریم به دوم. بنای مکتب موسیقی ناحیه، انشاءات را نیز به همان حاجی سعید فروخت. قرار را بر عوض $500,000 به او داد. با گفت شاهدان حاجی سعید باید $200,000 میداد، ولی بعدا از طلب‌های رئیس سرپیچی کرد. بعد از آن عبدالغفار برای مانع گذاری شرایط ساخت. حاجی سعید مجبور شد زیاده از $130,000 دهد تا سخنش به گوش راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت رسد، ولی تیر سعید به نشان نرسید. با وجود این سعید گفت من تا آخر با این رئیس مبارزه میبرم. ببینید $130,000 دادگی که آزاده گپ پشت ما این کارش نکنن، حتی آزاده هم قطعی یعنی که همین عبدالغفار زاده شریک بده. واقعا هم این یک دهشت است. خداوند عاقبت شو خیر کنه. اکنون میگذاریم به سیوم. مرکز تقسیم کنی گاز انشاءات در کوچه جوانان رو بر روی مایکه خود خدمت رسانی جایگیر بود. شما در برنامه گذشته درست گفتید با کدام راه این راهزنها آن منطقه را حجت گذاری کردند. بعد نشر برنامه شما کارهای کافتن و ساختمان اوج گرفت. چهارم، مکتب اینترنت شماره 1 در کوچه جوانان جایگیر است. حتی استادیان مکتب را فروختند. مگر این حیوان صفت رئیس فکر نمی کند که آه یتیمان و به پرستاران میگیرد؟ یتیم یک عمر در فراق پدر و مادر است. آیا نباید شرایط مهیا شود برایش که لبان آنها پر از خنده باشد؟ او باشد برعکس بر لبان یتیمان گریه می آرد. پنجم، بنای تاجیک مطلوبات انشاءات را به جیانش با نام ادریس حجت گذاری کرده است. ششم، بناهای شهرک سامانیان انشاءات را با صاحب کار فروخت و آن را به خاک یکسان کردند. بله. خوب، حالا در شهرک سامانیان 3 مکتب میانه وجود دارد، ولی در همین شهرک زیاده از 65 بنای 9 تا 16 آشیانه قامت افراخته است. اگر هر یک بنا به حساب میانه 80 خوجکی داشته باشد و هر یک خانه 2 فرزند داشته باشد، شماره خوانندگان به 11-12 هزار میرسد. اما همون 3 مکتب باقی مانده است بدون شرایط تعلیمی. در مکتب ها شرایط درس نیست بجز از پول ریماند، پول بور، پول تحفه معلم یا معلمه، پول آبادانی و پول مکتب دیگر چیزی نیست. خطاب برای رئیس ناحیه: انشاءات دولتی را نفروش. صاحب کاران را پیش از حجت گذاری غارت نکن.
تا قرار قبول کردن 300-400 هزار دلار دالانه گیر. اول عقلت را جمع کن، سپس مکتب بساز. شاید فرزندان دیگران مثل تو حیوان صفت نباشند، شاید شیری مادر خورده باشند نه شیر حیوان. با مکتب های ناحیه اهمیت جدید جیانهایت را از وظیفه های دیرکتوری آزاد کن و محصولات بی صفت مهلت گذشته را با باغچه های کودکانه نپرتا تا اینکه آنها خورند و بیمار شوند. واقعا دهشت است. ما نمیدونیم که این میگم که هر یک برنامه نامه ها از ناحیه ها یعنی که بدونی از رودکی نیست. حتی من میتونستم که همین نامه آمادگی را در نامه ما را علاحده نشر کنم، ولی باز میگم نگن که دیگه همین رودکی را سخت چسبیدگیان. چرا؟ چون که آخر واقعا دهشت است. یعنی این کارهایی که شما انجام میتید این یعنی یگان جای بخشیدنی ندارد. دیگر باید آزاده که پول میگرفته یا 30,000 میگرفته هیچ نمیگفته سیره دیگر نمیدونم که عاقبتش بخیر باشه. ممکن روستا میره یعنی که خطیشه با هم. خوب دیگر مهم با کسی هست این یعنی که رئیسی کلاورمی رودکی که مردم را واقعا هم این یعنی عبدالغفار حکمت‌الله واقعا مردم را جبر و ظلم دارد در این ناحیه. خوب بیننده عزیز گرامی، این بود برنامه 281 ما. در ارسال معلومات و نامه در گذاشتن لایک ها کوتاهی نکنید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.